بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. همه حمد و ستایش از آن پروردگار جهانیان هست و اتم السلام و برترین و کاملترین سلام ها و درودها بر آقا و پیامبرمان و امام و پیشوایمان المصطفى محمد مصطفی علی آله و صحبه اجمعین و بر خاندان و همه یارانش. اخوتی الاکارم، برادران گرامیم، اخواتی الفضلیات، خواهران بزرگوارم، احبتی الکرام، دوستان گرامی، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. احییکم تحیة طیبه. بهترین درودها رو معکم تبریک تقدیم شما بزرگواران میکنم و افتخار دارم که در برنامه دیگر از برنامه خودتون، سری برنامه ساختگی بوند تشیع، در خدمت شما بزرگواران باشم. این برنامه یأتیکم عبر فضائیة صفا، از طریق شبکه ماهواره صفا و درر و برهان وكذلك و همچنین عبر شبكة كلمة از طریق شبکه کلمه سنية که متعلق به اهل سنت فارسی زبان هست التي تقوم ببث هذا البرنامج تقدیم حضور شما بزرگواران میشه مثل فورية. به صورت ترجمه همزمان به زبان فارسی. انتهينا في الحلقة الماضية در قسمت گذشته إلى أننا به این موضوع رسیدیم که اگر ما برگردیم سور المكية القرآنية به سوره های مکی قرآن کریم التي نزلت که على رسول الله بر رسول خدا صلی الله علیه و سلم نازل شد، حلة المكية، اون هم در مرحله مکی، فإننا نجدها این سوره ها رو خالية تماما به طور کلی من أي إشارة خالی از هر گونه اشاره‌ای عن البيان والتصريح به موضوع امامت میدونیم، چه برسه به این که در این سوره ها به موضوع امامت منصوص و مورد ادعایی که پندار مدعیان تشیع است تصریح شده باشه، الديني چه في جانبها در رابطه با امامت دینی و چه در رابطه با امامت سیاسی. أن السور المكية و این در حالی است که سوره های مکی كانت تركز في تلك المرحلة در اون مرحله تمرکزش على البناء العقائدي بر بنای الذي اساسیات عقیده بود که در حقیقت الرئيس اساسی ترین في الإسلام مسئله اسلام شمرده میشه، يمثل زیرا أسس الإسلام اساس اسلام هست وأركان الإسلام و ارکان اسلام رو در بر میگیره أصول الإيمان. و اصول ایمان رو در بر میگیره. كانت تركز این سوره ها تمرکزش بر بنای في المنظومة الإسلامية نفسها عقاید اسلامی در مجموعه و منظومه عقیده اسلامی بود و بر العقائد للشخصية المسلمة بنای عقیده برای شخصیت مسلمان و جامعه‌ای که در اون وارد میشه تمرکز داشت. در اون مرحله، المرحلة المكية، یعنی مرحله مکی، مرحلة وضع الأسس مرحله پایه‌گذاری اساسیات اسلام و التي يشارك قواعد استوار اسلام بود که دین اسلام فاهيمه بر اون وتعاليمه پایه و اساس هست، اما از تعالیم، احکام و تشریعاتش. ولهذا از این رو فإن السور المكية سوره های مکی كانت واضحة سوره های واضحی بود در زمینه تثبيت اثبات و ترسیخ و نهادینه سازی عقیده توحید وخاضت صراعا ايديولوجيا که وارد حاسما درگیری ایدئولوژیکی جدی شد والمشركين که در اون هیچ تنازل و سازگاری با شرک و مشرکین وجود نداره أسست لعقيدة التوحيد الخالص و
عقیده توحید خالص رو پایگذاری کرد که اساس اسلام و رکن اون شمرده میشه. وكذلك همچنین أسست وأصلت ورسخت سوره های مکی عقيدة پایگذار و نهادینه ساز عقیده ایمان به آخرت بود وأصلت وأسست و این اصل و این اساس رو نهادینه کرد بالنبوات به عقیده ایمان به نبوت ها، از جمله ایمان به نبوت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو، هو الحلقة و همچنین الأخيرة این رو که اسلام سلسلة النبوات تمت لرسالات آخرین حلقه از زنجیره و سلسله نبوت هست و اسلام رسالتی جهانی است بعث بها رسول الله که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر اساس اون برانگیخته شد و اون رو از جانب الله آورد. وبينت همچنین صراع الأنبياء في طول التاريخ درگیری ها و الشرك برخورد پیامبران در طول تاریخ دعوتشون رو با ظلم و شرک و فساد رو تبیین کرد وبينت و تبیین کرد ضرورة الإيمان ضرورت ملائكة ایمان به ملائکه الله رو الكتب السماوية و همچنین ضرورت ایمان به کتاب‌های آسمانی رو، فبنت القاعدة الصلبة و از این رو التي يشار قاعده استواری رو بنا کرد که شرح الإسلامي ساختمان اسلام بر او بنا میشه. ولكن السور المكية اما سوره های مکی كانت خالية تماما به طور کلی و تماما خالی از هر گونه پایه‌گذاری یا بیان أو تثبيت یا اثبات و تثبیت یا نهادینه سازی موضوعی قوات تحت این عنوان جاد که في الوصاية والوصية که نبوت با وصیت یا وصایت تداوم پیدا بکند، خالی از این بود. یا این را بگوید که برای هر پیامبری وصی هست، كإمامة یا خالی از این بود که تحمل إرث النبوة امامتی وجود داشته باشد که لها في المضمون الديني والرسالي مضمون دینی و رسالت نبوت را به ارث ببرد و اینچنین تداوم یابد. لا توجد آية واحدة حتی یک آیه هم در این رابطه وجود ندارد. في المرحلة المكية در طول مرحله مکی اینچنین آیه وجود ندارد، مرحلة تأسيس حالان که این مرحله تأسیس، پایگذاری و تثبیت اساسیات و ایدئولوژی اسلامی است، اهم از ارکان و اصول اسلام. توجد آية واحدة در این سوره ها حتی یک آیه هم یافت نمی شود که به مسئله امامت اشاره کرده باشد یا بگوید که امامت تداوم نبوت هست، كوصيا یا اینکه بگوید که وصیتی برای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم وجود دارد. هرگز همچین چیزی نیست. تثار علامة استفهام كبرى اینجاست که یک علامت بزرگ سوال مطرح میشه. السور المكية وهي التي چطور ممکن است که سوره های مکی که پایه‌گذار الإسلامية نفسها اساسیات عقیده در مجموعه و منظومه عقیده اسلامی است و همچنین این را برای مسلمانان پایگذاری می‌کند، چطور ممکن است که العقائدية به این واژه عقیدتی و مفهوم عقیدتی مهم که تشیع مذهبی بر آن استوار است هیچ اشاره‌ای نکرده باشد؟ عن عقيدة التوحيد وعقيدة النبوة وعقيدة اون هم عقیده‌ای که از نظر مدعیان تشیع بل في روايات حتی مهمتر از توحید و نبوت و ایمان به آخرت هست. مفتاح لكل أركان الإسلام و در روایت ها اونها اومده که امامت کلید دخول و ورود به همه ارکان دین و اسلام هست. پس چگونه امکان دارد که بناء المنظومة در مرحله ثاني للمنظومة بنای قرآنی برای تثبیت منظومه عقیده اسلامی خالی از همچین موضوعی باشد و چگونه امکان دارد إلى القرآن قرآن کریم وهو بصدد نسبت به این موضوع غفلت بکند، حالان که قرآن در صدد ایجاد جامعه اسلامی در چارچوب اساسیات عقیدتی و رسالتی است.
في نفوس المنتمين و میکوشد تا مسلمانان را در وجود مسلمانان عقاید اسلامی را نهادینه سازد. چگونه امکان دارد که این چنین مسئله اساسی و مهمی در این آیات و سوره ها نیامده باشد؟ في السور المكية إلى هذه المفردة از اونجایی که این مفهوم در سوره های مکی وجود ندارد، عن عدم وجود هذه به این في المنظومة الإسلامية. کشف منطقی میرسیم که اساساً این مفهوم و این موضوع در مجموعه عقیده اسلامی وجود ندارد بيان أي مفردة و این در حالی است که قرآن هیچ مفهومی از مفاهیم اساسی دین رو تبیینش رو به مرحله مدنی به تأخیر نینداخته، تناول المفردات العقائدية بلکه قرآن حاوی همه مفردات و مفاهیم اساسی دین در مرحله مکی است، چرا که مرحله مکی مرحله ومرحلة بناء تأسیس مجموعه عقیدتی امت اسلام و بنای جامعه اسلامی است. كما أنه همچنان که يوجد في السنة النبوية الشريفة در سنت شریف نبوی هم مما این چنین يرتبط موضوعی نیست ويتصل و وجود ندارد در سنت شریف نبوی أي شيء که مرتبط با مرحله مکی است هیچ موضوع صحیح وجود ندارد که صلى الله عليه دال بر آن باشد که پیامبر صلی الله علیه و سلم قام بتأصيل هذه المفردة العقائدية که پیامبر صلی الله علیه و سلم این قاعده و مفهوم اساسی البته از نظر تشیع رو پایگذاری کرده باشد یا فهم صحابه را با این موضوع آشنا کرده باشد لهم یا اینکه برای صحابه ضرورت ایمان به امامت و التزام با آن رو تبیین کرده باشد، چه از نظر عقیدتی و چه از نظر عملی و چه از نظر رفتاری. ذلك على الإطلاق علی الاطلاق همچین چیزی در سنت شریف نبوی وجود ندارد وسلم و این در حالی است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم حرص به شدت نطالع مشتاق راهنمایی مردم بود، همچنان که در سنت شریف نبوی در مرحله مکی قد حرص على این اشتیاق پیامبر صلی الله علیه و سلم رو می‌بینیم که به شدت مشتاق پایه‌گذاری و نهادینه سازی توحید و ایمان به توحید خالص تفصيل الإيمان باليوم الآخر و همچنین به شدت الإيمان بالنبوات مشتاق تأصیل و ترسیخ و نهادینه سازی ایمان به آخرت، ایمان به کتاب‌های آسمانی و ایمان به فرشتگان در وعقولهم روح روان اصحاب خودش هست در اون مرحله مکی وخاض صراعا و مريرا من أجل تركيز هذه و برای نهادینه سازی این مفاهیم و عقاید ولم يكن تلاش خستگی ناپذیری نمود و مجاهدت کرد، اما در اون مرحله لا للمساومة در اون مرحله به هیچ عنوان كتمان نه سازش پذیر بود و نه کتمان میکرد ظاهر ووجه باطن و نه تنازل میکرد از اصول و نه دو چهره متفاوت ظاهری و باطنی از مفاهیم ارائه میداد، تشكل بلکه الأسس الإسلامية اساسیات اسلام رو و تبیین اونها رو سرلوحه کار خودش با قاطعیت تمام و تبیین تمام قرار داده بود. از این رو يكشف لنا عدم برای ما روشن می شود تناول النبي که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بموضوع به موضوع امامت منسوسه نپرداختند أن هناك امتدادا للنبوة و به این موضوع نپرداختند که امامت تداوم نبوت باشد هناك وصيا للنبي یا صلى الله عليه وسلم اینکه امامت رو وصیت پیامبر صلی الله علیه و سلم وصیت خودشون برشمرده باشند یا اینکه أصل من أصول الدين این امامت اصلی از اصول دین باشد أركان الإسلام و رکنی از ارکان اسلام شمرده شود. فيما وصلنا در آنچه که من صحيح از السنة سنت صحیح رسول خدا صلی الله علیه و سلم به ما رسیده از مرحله مکی ما يتصل بالمرحلة المكية و همچنین مرحله متصل به مرحله مکی ذلك على الإطلاق به هیچ عنوان به این موضوع اشاره هم نمی کند علی الاطلاق وأقصى و
ما زعمه بالاترین منظرو التشيع پنداری که در این عرصه در زمینه سنت نبوی هواداران نظر تشیع بهش استدلال میکنند و میپندارند در استدلال به موضوع مورد ادعاشون، این که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به این مفرده و مفهوم و موضوع در یک مرحله محدود و مقطع زمانی محدود در زمان دعوت دادن خویشاوندان نزدیک خودش به آن اشاره کرده است بر اساس ادعای هواداران نظر تشیع. و این اشارهشون به روایتی است که به حدیث دار مشهور هست. وهنا في مقام التعليق على ذلك در شرح این موضوع و پرداختن به این موضوع تبرز ملاحظتان اساسیتان، دو نکته اساسی مورد لحاظ قرار می گیرد. نکته نخست، كيف يعقل منطقيا چگونه از نظر منطقی معقول است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم في مقام تأصيل وتثبيت در وترسيخ مرحله تأسیس، تثبیت و ترسیخ و نهادینه سازی این مفهوم من المفردات که از الإسلامية موضوعات اساسی دین در عقیده اساسی شمرده می شود، چگونه ممکن است طول المرحلة المكية چگونه ممکن است که پیامبر صلی الله علیه و سلم در طول مرحله مکی که 13 سال طول کشید إبراز هذه المفردة برای بیان یا ابراز این موضوع نطاق محدود فقط به یک بار، اون هم در یک مرحله کاملا مر في التثقيف على منقطع و مقطعی بسنده کرده باشد، بدون اینکه این موضوع را مکرراً تبیین بکند و نهادینه سازی بکند تا به عنوان یک مفهوم بارز و ثابت در منظومه عقیده اسلامی جای بگیرد و تبیین شود و برای اینکه به شکل یک فرهنگ عمومی برای عموم جامعه اسلامی درآید، اون هم در زمانی و در شرایطی که پیامبر صلی الله علیه و سلم مستمراً به تبیین اصول و اساسیات عقیده اسلامی و مفاهیم دیگر دینی از جمله توحید و ایمان به آخرت و ایمان به فرشتگان و ایمان به پیامبران و کتاب‌های اونها می‌پرداخت و به بیان این حقیقت می‌پرداخت که این قرآن وحی شده از سوی الله متعال هست و به ضرورت ایمان به این می‌پرداخت و به ضرورت تسلیم شدن در همه مسائل در برابر الله متعال. به طور مستدام پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در مرحله مکی این مسائل رو تبیین می‌کردند و در برای این مباحث به یک موضوع یا دو موضوع یا 10 مسئله بسنده بکنند یا در یک دامنه محدود به این موضوعات بپردازند، بلکه این مسائل مهم و این مأموریت رو در دامنی گسترده فراروی مشرکان و در برابر همه کسانی که دین رو بهشون عرضه می‌کردند و برای صحابه‌ای که اونها رو بر اساس عقیده اسلامی تربیت می‌کردند، همه این مفاهیم رو مکرراً و روشن و آشکار بیان می‌کردند و با وجود سختی‌های اون مرحله و چالش‌های اون مرحله پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در بیان این مفاهیم روی کردی واضح، قاطع و جازم و مستدام داشتند. پس چگونه میتوانیم از نظر منطقی این موضوع رو تفسیر و تحلیل بکنیم که امامت با دو نوع سیاسی و دینیش یک عقیده اساسی در ایدئولوژی اسلامی باشد و نبوت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با وصایت تداوم یابد و با این حال پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم این موضوع رو تبیین نبکنند، نه به صورتی مکرر و نه به صورتی گسترده و در دامنه گسترده و عمومی. اگر ببيان هذه القضية مرة واحدة وعلى نطاق محدود جدا به همین موضوع در یک دامنه بسیار محدود بسنده بکنند، این سوال من الناحية المنطقية از ناحیه منطقی ليس عليه شيعيا جواب مقنع.
از ناهیشیه جواب قانع کننده‌ای ندارد، إنما هذا السؤال بلکه این سوال هو ليس استفهاما بمقدار ما هو سؤال استنكاري. به اندازه‌ای که یک سوال است، سوالی و استفهام انکاری شمرده نمی شود هناك که مما يزعم به انکار این موضوع التشيع بپردازد که هواداران نظریه تشیع ادعا می کنند و میپندارند، هناك هذه العقيدة زیرا كان لازم اگر همچین عقیده‌ای وجود داشت باید در مرحله مکی صياغة در اون مرحله باید به روشنی تبیین میشد، همچنان که كان لابد أن تبين على نطاق با واسع عقلیت و ذهنیت مسلمان سازگاری داشته باشد، آنچنان که سایر اساسیات دین این گونه تبیین و نهادینه شد. ملاحظه دوم هي أن استدلال منظري التشيع این است که استدلال نظر پردازان تشیع به حدیث دار ليس استدلالا قرآنيا، استدلال قرآنی نیست. فالقرآن حتى في الآية التي قرآن حتی أمرت رسول الله در آیه‌ای که صلى الله عليه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را به انذار خویشاوندان نزدیکش دستور می‌دهد إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببيان الإمامة، اساساً به مأموریت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به هیچ عنوان درباره ابلاغ امامت نمی‌پردازد، بلکه الآية سیاق آیه المقصود بالإنذار به روشنی نشان می‌دهد که منظور از انذار و هشدار دادن به خویشاوندان نزدیک این است که مشرکین را انذار دهد و به آنها زنهار دهد به اینکه کفرشون وتنكرهم و انکار توحید از سوی اونها، انکار اسلام از سوی اونها و روگردانی اونها از ایمان آوردن به اسلام و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، وعرضهم للعذاب، اونها رو در معرض عذاب قرار خواهد داد. فهي رسالة تخويف این پیام هشدار و بیم دادن برای مشرکان هست که از عواقب و پیامدهای شرک بترسند عن و از عواقب رسالة الإسلام، رویگردانی از پیام اسلام هشدار می‌دهد و این آیات أي شيء در این آیات هیچ اشاره تصريح فضلا عن التصريح به امامت نیست، چه رسد به این که به امامت در این آیات تصریح شود قضية الإمامة، وبأن النبي یا صلى الله به عليه این موضوع قد أمر ببيان اشاره شود که پیامبر صلی الله علیه و سلم مأموریت یافته که مسئله امامت را ابلاغ کند. به هیچ عنوان، إنما أمر بلکه پیامبر صلی الله علیه و سلم مأموریت یافت که من عواقب از عواقب لجاجت بر شرک و ماندن بر شرک و روگردانی از رسالت اسلام نسبت به این موضوع هشدار دهد. إذن حتى في الآيات از این رو التي حتی در آیاتی که لتكون سببا فيما عرف بحديث الدار، حتی در رابطه با آیاتی که حدیث دار به عنوان سبب نزول اونها يلمح ذکر میشه، قضية الإمامة، هیچ اشاره‌ای به موضوع امامت نمیشه. لا يستطيع منظم بنابراین المذهبي نظریه پردازان تشیع مذهبی نمیتونن به این آیات استدلال بکنند، إنما حاولوا بلکه اونها فقط سعی کردند که بالأحاديث، به احادیث استدلال بکنند وحينما استدلوا بالأحاديث و وقتی که به استدلال به احادیث روی میارند استدلوا استدلالا انتقائيا، استدلالشون یک استدلال انتقایی هست، أن الأحاديث زیرا احادیث التي رويت احادیثی که از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت شده در اون هم در موضوع حديث الدار جمع کردن خویشاوندانشون در خونهشون که به حدیث دار مشهور هست، این احادیث و این روایت ها على مضمون تفصيلي بر یک مضمون مفصل جاء اتفاق ندارند، بلکه بصيغ
مختلفة به شکل‌های مختلف و با مفاهیم و مضامین مختلف و گوناگون روایت شدند. الذي استدل به أهل السنة آنچه که اهل سنت بهش استدلال کردند در رابطه با حدیث دار لا علاقة له بموضوع الإمام، هیچ ربطی به موضوع امامت ندارد. فالذي ورد صحيحا آنچه در این رابطه به صورت صحیح روایت شده روي بسند صحيح و با سند صحیح نقل شده وبشكل يخلو و العلة والشذوذ به شکلی که خالی از علت و شذوذ هست، ليس فيه در این أي حدیث إشارة إلى قضية هیچ اشاره‌ای به قضیه امامت نیست، إنما بلکه يتسق تماما به طور کلی سياق با سیاق الآيات آیات قرآنی وسياق آية وأنذر عشيرتك الأقربين و سیاق آیه 214 سوره شعرا و انذر عشیرتک الاقربین کاملا همسو و متفق هست. لذا آنچه که لأن النبي به شکل صحیح روایت شده بیانگر این است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خویشاوندان نزدیکشون رو جمع کردند قام فيهم و در خطيبا اونجا برخاستند، سخن گفتند يذكر لهم و براشون یادآوری کردند انذار من عواقب الشرك عواقب شرک رو و در این رابطه هشدار دادند يدعوهم و اونها رو إلى ترك الإعراض به ترک روگردانی از اسلام دعوت دادند ويدعوهم إلى الإيمان و اونها رو به ایمان فرا خوندند بالإسلام. که به اسلام بگروند و ایمان بیارند. لذا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم طبقا للرواية الصحيحة بر طبق روایت صحیح كان منذرا لعشيرته الأقربين هشدار دهنده خویشاوندان نزدیکشون بودند، اون هم در رابطه با ماندن بر شرک، که از عواقب ماندن بر شرک هشدار دادند. إنما يقتصر على هذه القضية. لذا حدیث دار به شکل صحیحی که روایت شده صرفاً حاوی همین موضوع است و اساساً موضوع امامت را یا تعیین وصی بعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم را در خود ندارد و شامل این موضوع نمی شود. از این رو ما يستند إليه أهل السنة والجماعة آنچه که اهل سنت بهش استناد می کنند رواية حديث الدار از روایت حدیث دار فإنه مضمون منطقي مضمونی لا تهافت منطقی دارد که مفارقة فيه درش متسق مع آية وأنذر عشيرتك الأقربين ومع هماهنگی با آیه و انذر عشیرتک الاقربین وجود دارد و متناسب با سیاق آیات قرآنی است. وأما ما استند إليه منظرو اما التشيع المذهبي آنچه که نظریه پردازان تشیع مذهبی از حدیث دار بهش استناد کرده اند استندوا بدین شکل است که اونها استنادشون مضمون معين به یک صيغة معين مضمون معین مجموع و صيغ ساختاری مشخص از مجموعی از این مضامین درباره حدیث دار هست، بكل الصيغ الأخرى بلکه همه ساختارها و مفاهیم دیگری این روایت رو نگرفتند و بلکه بسنده کردند و اکتفا کردند به یک موضوع و یک سیاق خاص از حدیث دار التي و این همون قرأناها صیغه و ساختاری است که في الحلقة السابقة در قسمت گذشته روایتش رو در این رابطه خوندیم والتي ورد فيها که در این روایت اومده النبي پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم قد قال فرمود لبني عبد المطلب به بنی عبدالمطلب فرمود إن الله بعثني همانا الله إلى الخلق كافة الله متعال مرا به همه مردم به حق فرستاده
و مرا به سوی شما به طور خاص فرستاده و مبعوث کرده. كلمتين من شما را به سوی دو کلمه فرا می‌خوانم على اللسان که بر زبان سبک هست، ميزان در ترازوی اعمال سنگین هست، تملكون بها العرب والعجم که عرب و تملكون بها عجم العرب والعجم بر اساس این دو کلمه قاد لكم با شما همراه میشوند و فرمان میبرند سایر امتها بها الجنة و با این دو کلمه وارد بهشت میشوید و از عذاب جهنم نجات پیدا می‌یابید. یک شهادت به این که هیچ معبودی بر حقی وجود جز الله وجود ندارد و شهادت دومی که محمد فرستاده الله است. على القيام به چه کسی يكن أخي مرا بر هر کس که مرا ووصي بر انجام این مأموریت یاری کند، خلیفه و وصی و جانشین و برادر من و وصی پس از من خواهد بود. و در روایت میاد که کسی جز علی این دعوت رو اجابت نکرد. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اونجا به او فرمودند تو برادر من هستی، وزیر من هستی، وصی من هستی و وارث من و خلیفه و جانشین پس از من هستی. قال رسول الله سپس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود يوجه خطابه إلى بني عبد المطلب خطاب به بنی عبدالمطلب، أخي ووصي این یعنی علی خلیفه و وصی و برادر و جانشین پس از من هست، پس از او اطاعت کنید و حرف شنوی داشته باشید. این ساختار روایی التي انتقاها منظرو التشيع المذهبي که نظر پردازان تشیع باقي الصياغ بدون توجه به سایر مفاهیم این مطلب اون رو گرفتند و اخذ کرده اند. تنطوي صیغه و ساختاری است که آلات أساسية اشکالات اساسی رو تسقط دربارش می‌بینیم که التي وردت بهذه الصيغة عن الاعتبار که همه روایت هایی رو که همچین چارچوبی دارند از نظر علمی بی اعتبار میکنه و از درجه اعتبار ساقط میکنه. چندین نکته و ملاحظه در رابطه با این موضوع وجود داره ذكر جملة منها که برخی از این علماء ملاحظات رو والجماعة علمای اهل سنت و جماعت كتبهم در کتابهاشون إبطال التشيع که در بیان باطل بودن این نگرش تشیع نوشتند این موضوع رو بررسی کردند استدلال بهذه الصيغة هو شيخ الإسلام ابن تيمية که از جمله اونها که این موضوع رو مورد مناقشه و بررسی قرار داده شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله است که در کتابش منهاج السنه این کار بزرگ رو انجام داده. أن أذكر ثلاثة ملاحظ که من از این میخوام 3 نکته و 3 ملاحظه از این مجموعه ملاحظات رو ذکر بکنم فيما ذكر من مناقشات که چه بسا در این مجموعه مناقشات ذکر نشده. ملاحظه و نکته نخست أن النبي صلى اینه که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم إنما جمع عشيرته خویشاوندان نزدیکشون رو للأمر الذي جمع کردند به خاطر اطاعت از امر و فرمان الله متعال که الله متعال به ایشون فرمود و انذر عشیرتک الاقربین، خویشاوندان نزدیکت را بیم بده. آیه 214 سوره شعراء. وقتی که به این آیه مراجعه میکنیم الأمر میبینیم که في هذه الآية امر الهی در این آیه بالإنذار این است که خویشاوندان نزدیکش را انذار دهد، همون مأموریتی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از سوی الله دریافت کردند، انذار عشيرته انذار و هشدار دادن به خویشاوندان نزدیکش. لهم رسول الله صلی الله علیه و آله مأموریت می‌یابد که هشدار دهنده آنها باشد، بیم دهنده آنها باشد، به آنها هشدار دهد، به این معنا که مأمور رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مأموریت می‌یابد که آنها را بترساند و بیم دهد از عاقبت شرک. مضمون الأمر المتوجه إلى النبي صلى الله عليه لذا مضمون امری که سوی الله متوجه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شد بیم دادن و انذار و هشدار دادن هست. إذا نظرنا إلى الصيغة التي استدل بها منظرو التشيع لذا اگر به صیغه‌ای که و شکلی که نظریه پردازان تشیع در استدلال به این موضوع بهش روی آوردند توجه بکنیم می‌بینیم که روش اونها
و صیغه مورد استدلالش اونها خالی و عاری و تهی از انذار و هشدار هست. الانذار بشكل اساسي وانما كان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم طبقا لهذه الصيغه بر طبق این صیغه بشارت دهنده بود و نه بیم دهنده، چرا که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر اساس این روایت و استدلال مدعیان تشیع به اونها گفت که فرمود که من شما رو به کلمه فرا میخوانم که اگر بگید به همون شهادتین، به شهادت این که هیچ معبود بر حقی جز الله وجود نداره و به رسالت رسول خدا صلی الله علیه و آله بهشون بشارت داد که اگر شما این رو بپذیرید پادشاه عرب و عجم خواهید شد و امتهای دیگر تابع شما خواهند شد و وارد بهشت خواهید شد و از عذاب جهنم نجات خواهید یافت. و پس از این فرمود نوید داد که هر کس که این دعوت را بپذیرد و استجابت کند برادر و وارث و وصی و خلیفه پس از او خواهد بود. همه این موارد انذار و هشدار نیست، بلکه همه اینها بشارت، مژده و نوید و تشویق هست و تحذیر و تخویف یا بیم و هشدار دادن نیست. معناش اینه که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم واقعیت فرمانی رو که متوجه او شده درک نکرده و عمل نکرده، معاذ الله. چرا که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مأموریت نیافت که خویشاوندان نزدیک خودش رو از طریق مژده دادن وارد اسلام بکنه و به اسلام دعوت، بلکه مأموریت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود که اونها رو از طریق انذار و هشدار دادن به سوی اسلام دعوت بده و اونها رو از عاقبت رویگردانی از اسلام و دعوت و پیام اسلام بترساند. این ساختار روایی که مورد استدلال مدعیان تشیع هست با طبیعت و نهاد فرمان الهی که متوجه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هست انسجام و سازگاری ندارد، چرا که ساختار قرآنی این فرمان الهی هشدار هست، اما ساختار روایی مورد استدلال مدعیان تشیع بشارت و نوید هست. تبشیر لهم وليس انذار، و بشارتی است برای اونها و انذار و هشداری برای اونها نیست و امکان ندارد که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به ایشان فرمانی داده شود و امر مشخصی، دستور مشخصی به ایشان ابلاغ شود و دستور دیگر یا کار دیگری را انجام دهند. دستوری که به رسول خدا صلی الله علیه و سلم از سوی الله داده شد با مضمون و چارچوب انذار و هشدار بود و نه مژده و نوید دادن و برایشون جایز و درست نیست که از این چارچوب خارج بشن. درست است که دعوت دادن مردم به اسلام مبتنی بر هشدار دادن و همچنین مبتنی بر بشارت دادن هست، اما در این فرمان الهی که متوجه رسول خدا صلی الله علیه و سلم هست مشخصا مأموریت رسول خدا هشدار دادن بود و نه نوید دادن و مژده دادن به اعطای پاره‌ای از امتیازات خاص و ویژه. و ساختار قرآنی در این آیات خالی از بشارت هست بلکه سراسر هشدار هست و درش هیچ اشاری به اعطای امتیازات برای گرویدن اونها به اسلام نیست. ملاحظه دوم که ذکر میکنیم اینه که کاملا غیر منطقی است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خویشاوندان نزدیک خود را به هرشنوی و اطاعت خلیفه و جانشین پس از خود دعوت دهد، اون هم
در شرایطی که خویشاوندان او اساساً اسلام رو نپذیرفتند و دعوت او رو در رابطه با پذیرش اسلام تا اون لحظه اجابت نکرده اند. بر این اساس وقتی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هنگامی که اونها رو دستور داد یا اونها رو فرا خواند به اینکه اسلام بیارند و امتیازات و مکاسب دنیوی و اخروی این موضوع رو براشون تبیین کرد، اونها اجابت نکردند، بلکه بر اساس این روایت تنها کسی که به پذیرش این امتیازات بر اساس پذیرش این امتیازات ایمان آورد و اینها رو پذیرفت علی بود. پس چطور منطقی به نظر میرسه که و چطور امکان داره که پیامبر صلی الله علیه و سلم به عنوان سرور عاقلان و خردمندان بیاد و خویشاوندان رو که اصل دعوتش رو قبول نکردند و اصل پیام و رسالتش رو نپذیرفتند بیاد خطاب به اونها بگه که از خلیفه و جانشین پس از من اطاعت بکنید و علی رو به عنوان ولی امر اونها منصوب بکنه، در حالی که اونها اساساً دعوت او رو نپذیرفتند، اسلامی رو که آورده نپذیرفتند، دعوت توحیدش رو نپذیرفتند و نبوت رسول خدا صلی الله علیه و آله رو قبول نکردند. چطور امکان داره که پیامبر صلی الله علیه و سلم اونها رو به شاخه از دین که منشأ از توحید هست بر اساس این نظریه دعوت بده و اونها اصل و اساس رو تا حالا قبول نکردند؟ و امکان نداره که زبان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در رابطه با وصیه و خلیفه مورد ادعا به طور کلی متفاوت باشه. تكون لغته مختلفة فيما يتصل بنبوته هو، در رابطه با آنچه که مرتبط با نبوتش هست متفاوت باشه. یعنی وقتی که نبوت او رو رد کردند، قبول نکردند، بهشون نگفت که حقیقت نبوت خودش رو بیان بکنه و بهشون نگه که من پیامبر خدا هستم، از من اطاعت کنید، از من فرمان برداری کنید و بعد بیاد و بهشون بگه که از علی به عنوان جانشین پس از من اطاعت بکنید و بگه که او برادر من، وارث من و وصی من و خلیفه پس از من هست، پس از او اطاعت بکنید. این یک موضوع عجیب و غریب هست که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اجتمع بعشيرته خویشاوندان خودش رو جمع بکنه ترسيخ وتأصيل قضية التوحيد والنبوة، نه به این خاطر که توحید و نبوت رو بهشون معرفی بکنه و اونها رو به توحید و نبوت دعوت بده، بلکه بیاد و بدون اینکه اونها این دو اصل رو پذیرفته باشن اونها رو به یک موضوع دیگه تحت عنوان امامت دعوت بده و از نظر عرفی هم و از نظر عقلی هم قابل قبول نیست و نمیشه در همچین عرصه های این نکته رو پذیرفت که پیامبر صلی الله علیه و سلم بیاد و مجموعی از خویشاوندان خودش رو جمع بکنه برای اینکه اونها رو به اسلام دعوت بده و از عواقب رویگردانی از اسلام بهشون هشدار بده و در شرایطی که اونها دین او رو نپذیرفتند، دعوتشون نپذیرفتند، به جای اینکه بیاد و در اون مجلس تأکید بکنه بر اینکه او پیامبر هست، او فرستاده الله هست و اونها باید از او اطاعت کنند و فرمان ببرند، به جای این کار و به موضوع دیگری منتقل بشه، به یک مسئله فرعی که مبتنی بر اصلی است که اونها از اساس اون اصل رو نپذیرفتند و بعد بیاد بگه که فلانی وصی من، خلیفه من، وارث من و برادر من و جانشین پس از من هست. این معقول نیست. الملاحظة الثالثة، نکته سوم و ملاحظه سوم این هست که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در زمانی که با خویشاوندان خود سخن میگوید اونها رو به اسلام فرا میخواند، بر اساس این روایت بیاد و از خلافت و جانشینی خود سخن بگوید، اونطوری که نظریه پردازان تشیع میگن. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم
در کل مرحله مکی الذين آمنوا با صحابه خودش که بهش ایمان آوردند بدعوته و باهاش همراهی کردند دو لتحمل و برای تحمل انواع عذاب و جانفشانی آمادگی دارند، باهاشون در این رابطه سخن نگه. فالنبي يركز و على تمرکز رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تستجيب له بر خویشاوندان نزدیکش باشه، همون کسایی که دعوتش رو نپذیرفتند، و بیاد بر موضوعی تمرکز بکنه که ادعا میکنند که تداوم نبوتش هست. ومن سيؤول إليه أمر قيادة الدعوة و والأمة اینکه چه کسی مسئله زمامداری امت رو به دست خواهد گرفت. في من رفض دعوته بیاد این موضوع رو، وإلى الإسلام تمرکزش رو و تمرکز بر این موضوع رو في هذا الموضوع در جمع کسانی قرار بده که از اساساً دعوتش رو على الإسلام نه بكل مضامين قبول نکردند مسلما لكل ما يصدر و این موضوع رو صلى الله عليه وسلم برای کسانی که قلب خودشون رو و سینه خودشون رو، یعنی برای صحابه‌ای که دل و سینه خودشون برای اسلام گشوده بودن، برای اونها تبیین نکنه. این اصلاً رافضين للإسلام وأن يكون مسئله منطقی نیست که پیامبر صلی الله علیه و بیاد این موضوع رو برای منکران اسلام بگن لدى و از طرف دیگه في موقف وقف فيه در دست خویشاوندان نزدیک خود فيرفضوه که دعوت او رو به سوی اسلام رد میکنند، النبي صلى الله عليه وسلم اما مثل هذا الموقف التأصيلي این موضوع مهم صحابته و اساسی رو الذين آمنوا به برای صحابهش که بهش ایمان آوردند، وقلوبهم که عقل و دل و سینه خود رو برای دعوتش پذیرفتند و تسلیم همه لهم دعوت او شدند، برای اونها این موضوع رو تبیین نکنه. رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر غريب. این موضوع عجیب و غریبی است. ثم سپس إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اگر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم قد قام ببيان الخلافة والإمامة مسئله خلافت و امامت رو برای خویشاوندان خود بیان کرد، مع عشيرته قد فشى باید في مكة، سخنش با خویشاوندان نزدیکش فكيف در جامعه مکی میپیچید و این موضوع منتشر میشد. هذا المضمون مضمون بيان الخلافة لذا چرا موضوع خلافت و امامت در جامعه مکی منتشر نشد؟ وإعراضهم عن دعوته ولم ينتشر چطور شد که اعراض و رویگردانی مشرکین قریش و خویشاوندان پیامبر صلی الله علیه و آله از اسلام در جامعه مکی پیچید و منتشر شد، اما موضوع امامت اگر آنجا بیان و ذکر شده بود اساساً نپیچید و این موضوع منتشر نشد؟ و اینجاست که این سوال و استفهام پیش میاده الله عليه وسلم عن هذه المفردة التي بينها که لعقيدته صحابهش ولكانت از این موضوع بی اطلاع باشن، از این مفهوم بی اطلاع باشن. جلت في سلوك الصحابة مع علي إذ النبي قائم على رأسهم في ذلك الوقت. و با وجود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم این در سلوک و رفتار صحابه با علی این موضوع صلى الله عليه وسلم نمایان شد. في نمط سلوكهم مع خليفته مع أنه لا يوجد شيء من ذلك على الإطلاق. در صورتی که علی الاطلاق همچین چیزی در میان نیست، به خصوص که علی رضی الله تعالی عنه خردسال بود النبي صلى الله عليه و وسلم صحابه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در مرحله مکی على أنه الخليفة القادم به عنوان خلیفه آینده با او تعامل نکردند و بل لم يطرح هذا الأمر اساساً این موضوع به طور کلی مطرح نشد في المرحلة المكية. و در مرحله مکی همچین موضوعی اصلا مطرح نشد، وقد كان التركيز كله بلکه همه تمرکز تقوم قائمة الإسلام بر این بود که قوام و ستون اسلام وأن لا يستأصل الصحابة استوار گردد ينتشر الإسلام وأن و الصحابة ایمان در وجود صحابه نادیده شود و اسلام گسترش یابد و بر دین و عقیده خودشون تربیت بشن. الذي كان راسخا في نفوس الناس في ذلك الوقت. این همون چیزی بود که در وجود مردم در اون وقت نهادینه شد. فهذه الصيغة این ساختار روایی مورد استدلال ناور بها
منظرو التشيع المذهبي مدعیان تشیع که دربارش مانور میدند بالمصادر السنية و در این رابطه با رفرنس فریبی ده ها منبع روایی اهل سنت رو ذکر میکنند و میگن که ده ها کتاب اهل سنت و فلانی و فلانی و فلانی حدیث دار رو روایت کردن. نجد أنها رويت در این باره مانور میدند. وقتی که میایم بررسی میکنیم میبینیم که یا مرسل و منقطع هست یا با سندهای غیر صحیح روایت شده لا يكفي لأن المضمون هذا و یا حتی از در مواردی از نظر سندی هم صحیح هست، از نظر مفهومی این معنا و مفهوم مدعیان تشیع رو تایید نمیکنه و با این مضامین و مفاهیم سازگاری نداره. لابد من سلامة المتن و علاوه بر سلامت سند باید از سلامت متن هم برخوردار باشه و اگر متن از علت و شذوذ تهی نباشه ولن يكون حجة در اون صورت حدیث صحیح شمرده نمیشه و حجت نخواهد بود، في متن هذا بلکه این علت ها در این مجموعه روایت ها وجود داره. همچنین هذه الصيغة این صیغه و ساختار روایی انتقيت انتقاء من منظري التشيع المذهبي که از سوی مدعیان تشیع و نظریه پردازان تشیع به شدت مورد استدلال قرار میگیرد، به شکل دیگر با سایر نصوص و متون در تعارض قرار دارد. الإمامة والخلافة اون هم متون و روایت هایی که حينئذ درش هیچ اشاره‌ای به تعارضا قضیه امامت نیست، مجموعی از تضادها و پارادوکس ها که از نظر علمی صيغة معينة من غير مرجح نمیتوان یک صیغه معین و مشخص رو بدون شواهد و قرائن و بر اساس دلایل خاصی ترجیح داد، حينما تتعارض الصيغ بلکه در هنگام تعارض این صیغه ها اون صیغه و ساختار روایی ترجیح داده می شود که از نظر مضمونی والصيغة المنسجمة هماهنگی داشته باشد با روایت های صحیح و با مفاهیم و مضامین قرآنی در رابطه با همین حدیث دار و آنچنان که اهل سنت و جماعت در این رابطه روایت کردند و روایتشون والمقتصرة على بيان متناسب با مضمون قرآنی است و درش هیچ اثری از امامت نیست و بلکه هماهنگ با مفهوم قرآنی است که مع مضمون الآية مضمون انذار و هشدار و تخویف رو داره که در قرآن اومده و اینجاست که این روایت ترجیح داده میشه که منظرو التشيع هماهنگ با مفهوم قرآنی است، برخلاف آنچه که مورد ادعا و پندار و گمان مدعیان و نظریه پردازان تشیع است. اینجاست که به این نکته میرسیم که إلى أن المرحلة المكية مرحله مکی خالية تماما به طور کلی و تماما من المضمون المعتمد في التشيع المذهبي از مضمون مورد اعتماد و مورد اعتقاد و پندار مدعیان تشیع تماما خالی است. اون هم مسئله‌ای که تمام قوام تشیع بر اون هست. بنابراین إذن إلى المرحلة إلى نهاية المرحلة المكية تا پایان مرحله مکی هناك أي وجود للمضمون اساساً هیچ الإسلامية مضمون تشیع مذهبی هیچ موجودیت و وجودی نداشته است که الواحدة نمیتوان هیچ اثری از آن در پیکره امت اسلامی و مضمون عقیده اسلامی و گرایش و رویکرد امت اسلامی هیچ اثری از این التي هي صحابة مفهوم در میان جماعت امت اسلامی یعنی در میان صحابه یافت و مشاهده کرد. در اون مرحله وقتی که الوجود الشيعي وجود شیعی و موجودیت شیعی رو مورد بررسی قرار میدیم و مرحله المرحلة المكية مورد نقد قرار میدیم، میبینیم که مرحله مکی تماما و به طور کلی خالی از این مضمون هست. لابد أن ننتقل اینجاست که المرحلة المدنية ناگزیر باید وارد مرحله مدنی بشیم تا ببینیم که آیا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم التأصيل للتشيع المذهبي في تشیع مذهبی رو در مرحله مدنی پایگذاری کردند، المكية
غیر از این که اصلا در مرحله مکیش موجودیتی نداره و هیچ اثری ازش نمیبینیم. و آیا قرآن کریم ثوابت تشیع مذهبی و واژه ها و مفاهیم اساسی تشیع مذهبی رو در مرحله مدنی نازل کرد و در قرآن چیزی ازش نازل شد؟ گذشته از این که در مرحله مکیش اثری ازش نیست و این موضوعی است که در قسمت‌های آینده انشاءالله بهش خواهیم پرداخت و همه حمد و ستایش از آن الله پروردگار جهانیان.